چی میشد اگه مهمترین کارهای زندگیتونو، همونایی که همیشه عقب میندازید، میتونستید بدون فشار و عذاب وجدان انجامش بدید؟ سلام دوستان، امیدوارم که عالی باشید. امروز میخوایم بریم سراغ یک کتاب کاربردی که این کتاب به فارسی هم نمیتونید پیداش کنید و در واقع هنوز ترجمه نشده. اسم این کتاب بی دردسر آسانتر کردن کارهای مهم هستش و اسم نویسندش هم گرگ مکیون هست. تمرکز اصلی این کتاب اینه که چطور کارهای کمتری انجام بدیم ولی روی مهمترین ها تمرکز کنیم و میاد میگه که اوکی، حالا که میدونیم چه کاری مهمه، چطور اون کار مهم رو آسان‌تر از چیزی که هست انجام بدیم. این کتاب در مورد تنبلی نیست، در مورد اینه که چطور مغزمون رو وادار کنیم کارها رو با کمترین سختی و فشار انجام بده. خب بریم ببینیم نویسنده چه ایده‌هایی برای آسانسازی کارهای سخت برای زندگی ما داره. میریم سراغ موضوعات اصلی این کتاب. کل ایده این کتاب توی یه جمله خلاصه میشه: سخت‌ترین کار دنیا شروع کردن یه کار سخته. نویسنده میگه خیلی از کارهایی که فکر میکنیم باید سخت و طاقت فرسا باشن، در واقع میتونن سبک، آسون و لذت بخش باشن. اگه همونقدر که وقت میذاریم برای سخت کردن کارا، برای آسون کردنشون هم وقت بذاریم، زندگیمون زمین تا آسمون فرق میکنه. این کتاب 3 بخش اصلی داره که در ادامه خلاصه هر بخش رو براتون توضیح میدم. بخش اول طرز فکر بی دردسر. این بخش میگه اول از همه باید ذهنیت خودمون رو عوض کنیم. اگه فکر میکنید کاری سخته، قطعا سخت میشه. روی نتیجه تمرکز کن، نه سختی کار. همیشه به خودت بگو چطور میتونم این کار رو 1% آسونتر انجام بدم، نه اینکه چطور میتونم این کار رو سریع تموم بکنم. این تغییر تمرکز خیلی قدرتمنده. میگه که استراحت رو بخشی از کار بدون. یه اشتباه بزرگ اینه که فکر میکنیم استراحت یه مانع یا یه جایزه است. نویسنده میگه استراحت مثل یه باتریه که دائم باید شارژش کنی. اگه احساس خستگی میکنی به زور ادامه نده، یه استراحت با کیفیت کن، چون این استراحت کارایی تو رو توی بقیه زمان بیشتر میکنه. نویسنده میگه چیزای خوب رو ببین، توی کارات دنبال لذت‌های کوچیک باش. مثلا اگه داری یه کار کسل کننده انجام میدی، یه موسیقی خوب کنارش گوش کن یا فضای میز کارتو عوض کن. این کار باعث میشه مغزت از انجام اون کار کمتر فرار کنه. بخش دوم عملکرد بی دردسر. توی این بخش میره سراغ این که چطور خود کار رو آسونتر کنیم. اول باید تعریف کار کنیم برای خودمون. یعنی مثلا شروع کار چقدر سخته. باید دقیقا مشخص کنیم که قدم اول برای شروع این کار چیه. مثلا اگه میخوای ورزش کنی، قدم اول فقط پوشیدن لباس ورزشه. هدف اینه که اول قدم اول رو انقدر کوچیک کنی که مقاومت ذهنت 0 بشه. یک بار و برای همیشه انجام بده. این یکی خیلی مهمه. میگه خیلی از کارا رو نباید دائم تکرار کنیم. مثلا اگه دائم یه پیام مشابه میفرستی، یه بار بشین و یه متن ثابت از پیامت آماده کن، یا اگه یه سوالی رو مدام مردم ازت میپرسن، یه پاسخ آماده براش درست کن تا انرژی تکراری رو حذف کنی. توصیه بعدیش اینه که مراحل کارتو کمتر یا حذف کن. یه نگاه بنداز به مراحل انجام کارات. کدوم مرحله اصلا نیازی نیست، کدوم مرحله رو میشه با یه قدم دیگه ترکیب کرد. و مثلا اگه یه کار 6 مرحله داره، ببین مثلا نمیتونی بیای تبدیلش کنی به 3 مرحله. در آخر هم میگه یک سرعت ثابت تعیین کن. به جای اینکه با عجله و پرفشار یه کاری رو شروع کنی و بعد زود خسته بشی، یه ریتم ثابت و آروم براش پیدا کن. انگار داری یه ماراتون میدوی، نه یه دوی سرعت. این سرعت ثابت پایداری و استمرار میاره. بخش سوم نتایج بی دردسر. بخش آخر در مورد اینه که چطور مطمئن بشیم این آسونسازی نتایج خوبی هم میده بهمون. چند تا توصیه میکنه. یکیش اینه که قفلش کن. منظور اینه که کاری که آسونش کردی رو بذار رو حالت خودکار. مثلا اگه تصمیم گرفتی هر روز صبح یه ربع کتاب بخونی، کتابو بذار کنار بالشت و قبل اینکه بخوای کلا فکر کنی، شروعش رو انجام بدی. کاری که آسون شده رو با یه عادت دیگه پیوند بزن. در ادامه هم میگه کمالگرا بودن خوبه، اما نه در لحظه اول کارو انجام بده، حتی اگه بد باشه.
بعدن که تموم شد برگرد و فقط جای کلیدیش رو بهتر کن. اینجوری اون مانع ترس از شروع کردن رو از بین میبری. خب خلاصه این کتابم تموم شد و چکیدش میشه این که ما همیشه فکر میکنیم موفقیت نتیجه یه کار سخت و طاقت فرساست، اما نویسنده میگه یه افسانه است. کار کردن باید شبیه جریان آب باشه که راه خودش رو پیدا میکنه. پس شد 1. ذهنیتت رو عوض کن که این کار سخته و آسونش کن، و 2. عملکردت رو به قدم‌های خیلی کوچیک‌تر تقسیم کن و سیستم سازی کن. به جای اینکه دائم به خودمون فشار بیاریم، از خودمون بپرسیم که چطور میتونیم این کار مهم رو با کمترین زمان ممکن و کمترین زحمت انجامش بدیم. امیدوارم این خلاصه کتابم به دردتون بخوره و اگه دوستش داشتید ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو بنویسید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.